سلام، امیدوارم حالت خوب باشه. امروز اومدم بریم با هم دیگه کلیپ‌های جام جهانی نگاه کنیم. بریم 3 2 1 بزن بریم. لیتس گو. میشه 5 گل برتر جام جهانی ما رو امسال. بریم نگاه کنیم. قطعا مطمئنم گل او بازیکن کیپ ورده است که زد با آرژانتین. چی گلی بود اون هستش. چی گلی زد اینجا. Despite falling behind once more, they've equalised. Holland! Oh, wonderful! Olise. Léo Messi, Léo Messi, Messi teraz nie ma. میگن حیف که امسال گذشت، یعنی دیگه نمیبینیم نه مسی، نه نیمار، نه رونالدو، نه نویر، نه لوکا مودریچ با اسکوادی که سال 2018 داشتن واقعا باید قهرمان میشدن، ولی به یکی از قوی ترین فرانسه های دوران خوردن. یعنی احساس میکنم بعد از جام جهانی 2026 که بازی یک طرفه بود، او واقعا یک طرفه بود بازی. و اینکه خیلی امسال سال عجیبی بود تو جام جهانی. اشکا بود، خنده های بالی داشت، اتفاقات خیلی عجیبی افتاد. دیگه اینا بازیکن‌ها اسطوره‌های بچگیمون رو دیگه نمی‌بینیم تو جام جهانی. امسال با مقایسه‌های مسخره‌شون تر زدن بهش، اعصاب رونالدو رو خیلی خورد کردن. و اینکه بریم برای ویدیو. حالا تو این ویدیو اولین گل CR7 تو جام جهانی رو ببینیم که به ازبکستان میزنه. واقعا توی بازی خیلی خوب بود. یعنی به نظر من تنها تیمی که واقعا میتونست جلو اسپانیا، حالا بلژیک خیلی قشنگ بازی کرد، ولی تنها تیمی که میتونست به نظر من یقه کنه اسپانیا رو هم پرتغال بود، به خاطر هافبک‌های خیلی قدرتمندی که داشت. اگه یک اسکوادی مثل آرژانتین داشتن بهتون قول میدادم که یعنی 100% پرتغال امسال قهرمان بود، چون اسپانیا همچین مالی نبود نسبت به پرتغال. نونو مندس به محضی که مصدوم میشه پرتغال اسپانیا میتونه یک سری حرکت‌ها رو بزنه، ولی تا قبلش اصلا یامال یک ذره حرکت هم نکرده بود. و اینکه تر زدم به تیم خودشون سر همین بچه بازیاشون، که تو بعد داری اسطوره تیم تو اینجوری کنی که بندازیش کنار که چی بشه. خب آقای برونو فرناندزی که خودتو خیلی بازیکن خوبی میدونی. حالا جالبش اینجا از رودری میپرسن، میگم بهترین بازیکن تاریخ پرتغال، میگه برناردو سیلوا. خب مثلا چی چرت و پرت میگی تو؟ من خودم طرفدار مثلا مسی فنم به قول چیزا، ولی بخوای انصاف ولایت کنی رونالدو بهترین بازیکن تاریخ پرتغاله و جزو 5 بازیکن برتر تاریخ دنیاه. بخوای حساب کنی در کنار مسی واقعا به نظرم. و اینکه بریم اولین گل رونالدو تو جام جهانی ببینیم. جاو کانسلو حرکات خاص خودش رو انجام میده. جاو کانسلو با پای راست توپو فرستاد. سیاست دروازه رو باز میکنه. پرتغال 1 ازبکستان 0. کریس رونالدو با گل برمیگرده. این بهترین شروع برای رونالدو در بازی مقابل ازبکستانه. اون محوطه جریمه ماشین گلزنیه، رو دستش نیستش، تو تاریخ نداشتیم رو دستش. حالا کلیپ بعدی از بازیکن هافکی که واقعا بهش علاقه داشته. یعنی هر موقع فوتبال بازی میکردم ماره یک چیزی داره تو پیاسی که مستر لیگ میری بازی میکنی که میتونی تیمتو انتخاب بکنی، بازیکناتو با دعوتنامه بدی بهشون که بیان تو تیمت بازی کنن. بعد بازیکنی که همیشه خداوکیلی بهش میدادم که بیا تو تیم همین لوکا مودریچ بود. لوکا مودریچ واقعا بازیکن خوبی بود. بریم آخرین فریم از لوکیتا رو ببینیم که ببینیم بی بازیکن چی بود واقعا. 3 2 1 بریم. مرد تاریخ ساز فوتبال کرواسی لوکا مودریچ با این نتیجه از جام جهانی ودا کنه. یه تنه که اوقات نه، ولی واقعا یه تنه آورد ماجراجویی یوهان کرویف بالکان رو به فینال. جورشون واقعا به فرانسه در جام جهانی با این شکست خاتمه پیدا می‌کنه. پرتغال میگم اونقدر تیم نبودن، بازیکن‌ها فردی بودن بیشتر. اینا بازیکن‌ها به خوبی تو حساب کن بهترین خط هافک جام جهانی دستت بشه، خب هیچ چیزی نخوری، هیچ غلطی نکنی، بهترین مهاجم جلو باشه. خب یک خلق موقعیت مقابل اسپانیا بهش ندادن درست حسابی. پرتغال میتونست اسپانیا رو ببره، ولی واقعا حیفش شد. آخرین فریم از کریستیانو رونالدو CR7، بازیکنی که خیلی بهش کم لطفی شد امسال. حالا من که میگم طرفدار تیم ملی آرژانتین بودم، واقعا کم لطفی رو بهش دیدم. که واقعا دیگه تمام شد دیگه، دوران ما اساسا تمام شد دیگه. بعد از جام جهانی دیگه طرفدار هیچ تیمی نیستیم دیگه. اینکه بریم ببینیم، خیلی غمناکه واقعا. عروسک جون فدات شم
تو هم قلبت شکستی به صد تا شبنم عشق توی چشمات نشسته. یک کلیپ دیگه هستش از مرام ورزشی یامال نسبت به رونالدو و بازیکن‌های بزرگ که نگاه می‌کنی این بازیکن انقدر لحاظ ذهنی بازیکن بزرگیه که هم داره همچین حرکتی میزنه، احترام پیشکسوتش رو رعایت میکنه و واقعا لذت داره دیدن همچین. این جام جهانی واقعا جام جهانی عجیبی بود، خیلی جام جهانی عجیبی بود. اینجا رونالدو رو دریبل نمیزنه، پاس میده. همش کارش واقعا دست برای کارش. اسطوره فوتبالو براش احترام قائله. این برای اصل مطلب، اصل قضیه اینجاه. بازی‌های آرژانتین، بازی‌هایی که عجیب بود واقعا، یعنی تا مرز سکته می‌برد طرفدار تیم ملی آرژانتینا، ولی خب به مون میرسید و پاره نمی‌شد. بریم با هم دیگه نگاه کنیم. 3-2 بازیش مقابل کیپ ورده. جنون آمیز و دیوانه‌وار به بازی باز هم برمیگرده کیپ. بلند مسی تو اینجا مسی چی گلی میزنه؟ گل اول مسابقه رو به ثمر میرسونه. محبت مقابل این دروازه‌بان بوزینیا. پاس کوتاه خوب مجددا فرصت و حالا گل. اینجا خلبازی در آوردن. گروی دوارته شگفت ارسالش روی دروازه. اینجا گونزالس بود فکر کنم. آره رد شده لیزاندرو مارتینز. گل دوم برای آرژانتین به دست وای من گل عجیب کی بوده. خدای من چی گلی زد اینجا. من خودش فوتبال نگاه می‌کنم پرام ریخته بودم. بلندش یه ضربه سر. ولی گل خودی حساب میشه. کریستیان رومرو مسی حالا ضربه‌شو میزنه. چی بازی بودی بازی. یعنی کیپرد واقعا فوتبال بازی کرد بدون ادعا. بلا نسبت تیم‌های دیگه یعنی که ادعا دارن که ترکوندن اینا، کیپرد واقعا بی ادعا ترین بود و تو چه گروهی اومد بالا. اروگوئه رو هست که خودش اومد بالا، دمش گرم تیم. واقعا تیم معرکه‌ای بود با عربستان، اروگوئه و اسپانیا. تو یک گروه بود به هیچ کدوم نباخت. قهرمان جهان نباخت. بعد تیم ملی ما بریم بالا برای بازی بعدی. بریم بازی بعدی چی؟ بازی بعدی آرژانتین مقابل مصر. این بازی عملا به سکته رسوند همه رو به سکته رسوند. درسته آرژانتین در نهایت تو فینال باخت، ولی خب تو فینال واقعا لذت داشت. بازم تو هم فینال اومد، دمش گرم. لحظات شادی رو برام خلق کردن، دمشون گرم. بریم با هم دیگه نگاه کنیم. میگم من به خودم چه میگم، کاش آرژانتینی بودم. واقعا لذت داشت آرژانتینی بودن. بریم 3-2 بریم با هم دیگه نگاه کنیم. مقابل مصر. مصر هم تیم شایسته بود. مثلا اینجا این مصری که واقعا مقابل ایران بود نشون نداده، فراتر از او بود. یا اصلا مصر اوف، اونجا چی پاسی میده به رومرو چیه؟ اینجا زیر تاو که بزنه تو مغازه بودم اینجا. اوف انزو فرناندز جدا از فینال، یعنی واقعا تو بقیه بازی کار در بود برای آرژانتین. خیلی باحال بود، ولی برام چند تا سوال بود که چرا لاوتارو مارتینز تو فینال بازی نکرد، چرا خانواده مسی تو فینال نبودن. مگه میشه؟ تو بی‌ارزش‌ترین بازی تو جام جهانی از اول بودن، تو فینال نبودن که ارزشش بیشتره. خیلی عجیب بود. جام جهانی اصلا عجیبی بود. میگم تو آمریکا برگزار شد، بیشتر از این ازش انتظار نمیرفت واقعا. از اون مسخره بازی رئیس جمهورشون که اومده بود از سکو نمیرفت. صحنه خیلی باحالی بود. بریم به لحظه غمناک برای ما اتفاق افتاد. بریم ببینیم از مسی. مأموریت اسپانیا تموم میشه با یه قهرمانی با شکوه، با شکست دادن مدافع عنوان قهرمانی. دوستان آرژانتین بازی، ولی خب پایان غم‌انگیز یک رویا برای مسی. نمی‌رسید به اسپانیا. شاید این آخرین باری باشه که او رو با لباس آرژانتین میبینیم، ولی میراث مسی دست نخورده باقی میمونه. چی اشکا و لبخندا. این فینال جام جهانی ذوق جام جهانی قبلی رو نداشتم. شاید این سری اتفاقایی که افتاده بود و اینا تاثیر داشت. جام جهانی قبلی خیلی بیشتر ذوق داشتم. و اینکه همه سوالا هستش دیگه، یعنی چی میشه که خانواده مسی واقعا چرا تو فینال نبودن؟ برام واقعا سواله.
زن و بچه مسی که از اول جام جهانی بودن تو فینال نیستن. خیلی عجیبه، واقعا عجیبه. و بهترین خط حمله جام جهانی یک دونه موقعیت نمیتونه درست حسابی خلق کنه، یک دونه شوت تو چارچوب نمیزنه. بعد آنایسیمو میشه بهترین دروازه‌بان، بعد رودری میشه بهترین بازیکن جام جهانی. حداقل مسی نمیشد امباپه بعد میشد به نظر من. حداقل بگی طرف یه کاری کرده و یه حرکتی زده، حالا چون تیمش قهرمان شده بگی بهترین بازیکن جام 100% بعد جایزه رو به مسی میداد، ولی خب ندادن، حقشو کامل خوردن دیگه. نمیدونم سیاست انگلیس بود یا چی. خب بریم آخرین لحظات دلخوشی ما رو ببینیم. اشک اسطوره‌های فوتبال مسی، نیمار، رونالدو. چی روزایی بود، یعنی اون زمانی که بارسا طرفدارش بودیم و اینا، ال کلاسیکو که میشد رونالدو جلو بارسا بود، اصلا یک لذت دیگه ای داشت، مثلا یه استرس خیلی باحالی داشت نسبت به کلکلی که حتی تو فامیل اتفاق میافتاد. خیلی دوران قشنگی بود، چون اصلا نمیدونم یا شاید اون موقع بچه بودیم برامون قشنگ‌تر بود، یا واقعا ال کلاسیکو زمان واقعا فرق داشت. فوتبال به نیمار روی خوبش نشون نداد، به رونالدو نشون داد، به مسی نشون داد، ولی به نیمار نه. نیمار واقعا حقش بود. یعنی 2014 اگه او خطا رو بازیکن مزخرف کلمبیا رو نیمار نمی‌کرد، یکی از تیمایی بود که واقعا شانس قهرمانی داشت. او فاجعه رو مقابل آلمان رقم نمیزد. حیفش، واقعا میگم روح خوبش رو به شاهزاده فوتبال نشون نداد. بعد این که حالمون خراب شد، بریم یک کلیپ از داداش یامال ببینیم که خودش یک چیز دیگه بود، اصلا خیلی باحال بود. بریم بشین نگاه کنیم با هم دیگه. یامال ولی به نظر من اگه خودشو کنترل نکنه آینده جای روشنی در انتظارش نیست نسبت به استعدادش، چون خیلی بازیکن با استعدادی ولی خیلی شیطونه. خیلی برم یک کلیپ بی دلیل از گوت مسی ببینیم که این همه سال ما رو واقعا خوشحال کرد با بازیاش برای چه تو آرژانتین بود، چه تو بارسا بود، چه تو پاریس بود، چه تو هم اینتر میامی بود. بریم ببینیم یک کلیپی که از یکی توی این استاتوس دیدم، بریم نگاه کنیم. Aşkım çok pardon, don. Aşkım çok pardon, don. Bütün kızlar benden. اینجا فکر کنم مقابل کامبکشون مقابل پاریس سن ژرمن. وای مسی، وای. اینجا تونل بام کنه برای آقای کورتا. دروازه‌بان با خوبی دو بار فکر کنم مسی تو بازی مقابل چلسی تونل بام کنه. حسن ختام امروز میخوام برم سراغ ویدیویی که اگه یعنی امی مارتینز نبود آرژانتین اصلا قهرمان جام جهانی 2022 نمیشه و مسی واقعا اشک میریخت و 3 تا فینال از دست میداده. و بخیقدی که این فینال باخته حیفش آجی. جو کلومانی واقعا میزنه و قلب من ما تو دهنم میستانه. امی مارتینز نجاتمون میده تو بازی، یعنی اون بازی اگه آرژانتین باخت واقعا من سکته میکنم. و واقعا دلیل برد آرژانتین بود. یکی دلیل برد آرژانتین این بود، یکی آنخل دیماریا بود. دیماریا خیلی درقش نامردی شد، کاش توی جام جهانی بود با دیبالا. حیفش. این مربی آرژانتین چی میزنه واقعا، اس میزنه یا چی نمیدونم چرا نبود، دو نفر نبودن. خیلی جالب بود برام. گونزالس شل مغز بیارن تو بازی. خیلی خوشحالم که تا اینجا ویدیو همراه من بودی، خیلی خوشحالم. و اینکه امیدوارم اگه خوشت اومد منو ساب کنی، لایک کنی. میدونم اونقدر هنوز کیفیت نداره ولی خب اولش امیدوارم به چشای خوشگل چی میگنش آزار نداشته باشم. چشای خوشگل تو خیلی دوست دارم. مراقب مهربونیات باش. تا ویدیو بعدی میسپارم به خدا. دوست دارم.